امشب میخوام در مورد کارمندی صحبت کنم. ردیف اول چارلز کیوساکی در مورد کسب و کارها. خیلی از دهه 50 و 60 در مورد کارمندی اطلاعات دارن و میدونن که نوستالژی اون دهه بود و پدران ما هم کارمند بودن و یک امنیت شغلی رو کارمندی میدیدن که شما درستو بخون، حداقل دیپلمتو بگیر تا بتونید تو یک اداره یا یک نهادی استخدام بشی و تا آخر عمر شما راحتی. به چه دلیلی که حقوق سر ماه میاد، دغدغه کار نداری، بعد اینکه بازنشسته بشی یا باریکه‌ای برات میاد، بیمت به راهه و از این داستان‌ها که تو ذهن ما گذاشتن و کارمندی رو یک شغل خیلی خوب و خیلی با کلاسی می‌دیدن در اون دوره و امروز هم می‌بینیم که خیلی از افراد باز دارن همین مسیر رو میرن. اما نکته‌ای که هست اینه چه در دوره ما و چه در دوره الان ما ندیدیم که توی مدارس به افراد یاد بدن که شما چطور یک کسب و کار برای خود داشته باش. وقتی توی یک مدرسه‌ای از معلم بپرسی که راه‌های کسب درآمد یا راه‌های توسعه کسب و کار چیه، میگه که اول چیزی به شما میگه خوب درس بخون، درستو خوب یاد بگیر، فارغ التحصیل شو، مدرک بگیر تا بتونی یه کار خوب پیدا کنی. این دقیقاً همون چیزی که شما رو سوق میده به اینکه درون یک سیستم شما میخوای کار کنی. حالا چه به صورت کارمندی و کارگری، چه که بخوای حالا برای فرد دیگه کار کنی. اما هیچ موقع تو مدارس و تو دانشگاه‌های ما حالا نمیگن که شما چطور یک منبع درآمد برای خودت ایجاد کنی. شما چطور یک کسب درآمد برای خودت ایجاد کنی. ما اگه امروز نگاه کنیم خیلی از مسائل تو شبکه و سیستم داره انجام میشه. شما پمپ بنزین رو نگاه کنید، همشون وصلن به شرکت نفت. پس یک سیستمن، یک شبکه پخش فرآورده‌های نفتی. به خاطر همین بزرگن. شما فروشگاه زنجیره نگاه کنید، یه شبکه پخش، شبکه فروش، زنجیره هستن. به خاطر همین دارن برنده میشن. قدیما این نبود. قدیما سوپرمارکت بقالی بود و این سری مغازه فروشگاه محلی بود که مزارات خرید میکردن. اما امروز میبینیم که فروشگاه زنجیره، پمپ بنزین ها، شرکت هواپیمایی به یک جای وصلن، یک سازمانند، یک شبکه‌اند. اسنپ یک شبکه است که مجموعه‌ای از راننده ها برای شرکت کار میکنن و خیلی ها دارن وارد شبکه میشن و همشون دارن به درآمد خوب میرسن. پس اگه شما قراره که شغل کارمندی انتخاب کنید، دارای چند سری محدودیت ها میشی. محدودیت زمان، چون شما بیشتر یک زمانی نمیتونی به سر کار. محدودیت مکان، چون شما فقط باید توی مکانی کار کنی که کارمندی. و محدودیت درآمد، شما هر چی که بیشتر کار کنی نمیتونید بیشتر درآمد کسب کنید. اگه تو محیط کاری که هستین 2 نفر کارمند توی اتاق، 1 نفر از زیر کار در بره و شما تمام کار ارباب وجود انجام بدی، 1 نفر نمیاد به شما پاداش بده، چون شما داری وظیفت انجام میدی. اون شخص داره از زیر وظیفش در میره. پس هیچ فرقی نمیکنه. این محدودیت ها برای شغل کارمندی هست. این 3 تا محدودیت یاد باشه: محدودیت مکان، محدودیت زمان و محدودیت درآمد. تا برسیم به ویدیو آخر و نکته جمع‌بندی این مشاغل رو من براتون بذارم. با من باشید با ویدیو بعدی.